سلام خدمت شما دوستان عزیز، من پرهام گیم پلی هستم. اومدیم سراغ بازی اسکوید گیم فصل سوم، بازی قایم موشک بازیش با جکسن. کانال ما رو دنبال کنید، ما رو به دوستاتون معرفی کنید و لایک و کامنت هم فراموش نشه. برو بریم سراغ بازی و ببینیم چه خواهد شد. خب دوستان اگه توجه کنی، من اون قرمزه شدم، یعنی در واقع اون کسی که باید برود و پیدا کنم جکسن رو. جکسن بعد قایم بشه. جکسن کجایی؟ من اینجا داخل 4,000 تو هم اصلا نمیدونم اینجا کجا هست، چجوریه، پر پله یا خدا. جکسن پیدات میکنم آقای جکسن، نمیذارم فرار کنی از دست من آقای جکسن. گچه الان داری دنبال من میفتی یا هنوز نیومدی اصلا وارد بازی ببین بشی؟ من الان توی اتاقم، درشو باز کردم، سنگیه، بعد یه جرم باز کردم، یه جا ارتفاع بیفتم پایین نیمسوز میشم. نمیدونم یا تو 5 دقیقه وقت داری قایم بشی بعدش من بیام، یا بعد بپرم این پایین. بذار بپرم پایین چی میشه. درست شد درست شد، بس من اومدم تو بازی. خب آقای حله جکسن کجای آقای جکسن؟ میخوام بزنم بچسبی کف زمین آقای جکسن، پیدات میکنم. ببین من 4 دقیقه وقت دارم راه خروج از اینجا پیدا کنم، ببینم چیکار میکنین. تازه منم یه گاف 4. صندوق رو باز کردم. بله آقای جکسن، 4 دقیقه منم وقت دارم تا تو رو پیدا کنم آقای جکسن. نمیذارم فرار بکنی از دست من. واقعا من یه گاف صندوق رو باز کردم، داخلش یه دونه تفنگم به دست آوردم باش آقای جکسن، بگرد تا بگردیم. تفنگ به دست آوردی؟ بله دیگه، یه دونه وسیله بتونم از خودم دفاع کنم. مگه داریم؟ تو سریالش این آره داستانی آره، نداشتا؟ ببین توی سریالش میتونستی اوهو تفنگ اون قرمزا رو بگیری، اوهو. باش ولی آقای من اینجا پیدا کردم. جکسن، ایراد نداره، یه کار میکنم زوزه بکشی، هیچ ایرادی نداره، پیدات میکنم آقای جکسن. کجایی؟ من اصلا نمیبینمت. تو نباید منو ببینی که من دنبال تو هم. دست کلیدو باید پیدا کنم، تو آها باید راست فرار میگی، کنی یا کچل. خدا. من باید تو رو پیدا کنم، دست کلید ازت بگیرم. اوهو، من فکر کردم من باید یعنی پیدات نه کنم. دیگه، عجب. تو باید بری راه خروج رو پیدا کنی. آره آره آره، آخه پیدا هم نمیکنم. حالا ببینیم دیگه آقای جکسن. خب اگه به این راحتی بودش که دیگه نمیشد دیگه، اینجا پیش تو پیچه دیگه آقای جکسن. آره دست کلید دایره ای هم دارم، شانسم نصف درا باز نمیشه. واقعا دوستان اگه توجه کنی، یک هیچ به نفع من شد و من تونستم جکسن رو پیداش کنم و در واقع یه دست از بازی رو بردم. خیلی به نظر من بازی باحال، یا دقیقا گرافیک بازیش هم خیلی مشابه همون سریالیه که ساخته بودم. حالا ادامهشو میرویم تا ببینیم چه خواهد شد. خب آقای جکسن، یه دست که من بردم. کجای آقای جکسن؟ پیدات میکنم. ببین یه جا قایم شدم، اصلا نمیتونی منو پیدا کنی. پیدات میکنم، دست کلیدم ازت میگیرم. خوشگله، نمیذارم تو از جا فرار کنی آقای جکسن. تو آخه بلدی مگه منو چه جوری بگیری ها؟ پیدات میکنم، دست قبلی هم که پیدات کردم اوی، آقای جکسن. یا خدا، چی شد منو همین؟ ندیدی؟ نه کجا رفتی؟ دقیقه از جلوم رد شدی یا من ابوالفضل. حواسم نشد کجا بودی. پیدات میکنم جکسن. چقدر شانس آوردم. پیدات میکنم آقای جکسن. فکر کردی میتونی از دست من فرار کنی آقای جکسن؟ عمرن. خجالت بکش ببینم. بله که میتونم، من اند اینجور بازیام به من میگن جکسن اسکوید گیم. سری رفتی طبقه پایین دیگه، معلومه دیگه. ای بابا، از کجا فهمیدی؟ میدونم، بالاخره پیدات میکنم آقای جکسن، نمیذارم فرار کنی. اینجا بازیش قایم موشک باشه. بازیه، من 3 سوته پیدات میکنم. وای 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 وای. خیلی خوب، بله بله، 100%. یا خدا. کجای آقای جلوم بودی یا؟ جکسن؟ دوباره؟ آره آره دقیقاً. مگه میشه؟ کچل. وای 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 وای، دوباره جلوم بودی. بابا چه جوری من تو رو نمیبینم؟ من چون همش دارم تکاف میکشم.
باش آقای جکسن تکاف بکش ولی پیدات میکنم آقای جکسن. بیا اینجا بیا اینجا بیا اینجا نمیدونی فرق کنی. سلام خوشگله مشکله ولم کن آقا نیا دنبالم. بیا اینجا کار تمام خوشگله یه کار میکنه وای، زوزه کمک. بیا اینجا ببینم باقالی کمک زده خجالت اینجا باز بکش. شده. کجا باز شده؟ کجا رفتی جکسن؟ خداحافظ. فرار نکن خداحافظ. جکسن، راه فرار نداری. آی جکسن خدا نگهدارت باشه. گود نایت سی یو لیتر. کجا رفتی؟ برو ببینم دوباره من قایم شدم. خداحافظ. جکسن واقعا روبرون بودی پیدات نکردم. کجا رفتی یه لحظه؟ خدا نگهدار دیگه من رفتم کلا. مگه میشه؟ یعنی واقعا ردش کردی؟ نه ردش نکردم، یعنی قایم شدم. آها خب حالا خیلی مونده آقای جکسن تا بتونی ردش بکنی. 2 دقیقه هنوز فرصت دارم آقای جکسون. خیلی خوب اگه میتونی منو پیدا کن. به نظرم که به هیچ عنوان نمیتونی. پیدات میکنم آقای جکسن. یه کار میکنم زوزه بکشی. آقا پیدام کن. میتونی پیدام کن. بله وایسا نگاه کن ببین چجوری تکاف بکشم آقای جکسن. قبوله آقا قبوله. پیدات میکنم آقای جکسون. حل آقا پیدام کن. چرا نمیتونی؟ چی شد؟ صبر کن دارم میگردم ببینم کجایی. بگرد ببینم. وای. چی شد؟ من از اونجا شوت شدم پایین. 1 امتیاز تو گرفتی. ایول باری کلا به خودم. میشه بگی چرا باریکلا به خودت آی جکسن؟ من شوت شدم هیچ کاری تو انجام ندادی که. من 1 امتیاز گرفتم به این دلیل. باشه آقای جکسن فعلا 1 امتیاز بله. داشته باش. پیدات میکنم. ای وای 2 بار تا حالا از یه جا افتادم. واقعا دمم گرم. 2 بار از یه جا افتادم جکسن. الو. میشه بگی چرا دمت گرم؟ صداتو من دارم. صدا تو دارم. خوبی؟ بله. میشه بگی چرا دمت گرم؟ چون که بالاخره من. باش آقای جکسن تو فکر کن تو گندلات باشی. صدامو داری؟ بله صدا تو دارم. یه لحظه صدات دوباره قطع شد. فکر کنم داری نیمسوز میشی. نه من اوکیم. تو کجا قایم شدی جکسن؟ اگه فرار نکنی باختی ها. مطمئنی؟ آره دیگه تو اون همه تایم داری تا بتونی از در خارج بشی وگرنه باختی. آخه من در رو اصلا پیدا نمیکنم. باید در رو پیدا کنی دیگه. تا در 2 دقیقه وقت داری در رو پیدا کنی وگرنه کار تمومه. من همینجور دارم تکاف میکشم. کمک. خب دوستان 1 امتیاز دیگه من گرفتم چون آقای جکسن نتونست اونجا رو ردش بکنه. اگه دوست داری از اینجور بازی اسکوید گیم قایم موشک براتون بیشتر ویدیو بگیریم حتما تو کامنت ها برای ما بنویسید. دوستتون دارم. یه دونه.